سلام خدمت دوستان عزیز. این مولتی گیج هایی که الان مشاهده میکنین و کلا اطلاعات خودرو رو نشون میده. حالا این نمونه اینشه، کلا اطلاعات ماشین رو نشون میده. و این یکی هم که الان میخوام بزنم برق، اینا فقط و فقط با این پورت دیاگ به ماشین وصل میشن، یعنی هیچ نصبی نداره. خودش که به واسطه چسب دو طرفه میچسبه به داشبورد یا حالا هر جایی که شما خواستین. و برق و همه چیش هم فقط یه دونه این سوکته که خودروی فوتون 2 تا پورت دیاگ داره، یه دونه سمت زیر پای راننده این پایینه و یه دونه هم این سمت شاگرده. اینم پورت دیاگش که من حالا اون یکی رو از اون سمت پورت دیاگ زدم و این یکی هم از این سمت میخوام وارد کنم چون جفتش رو میخوام ببینیم. این که وصل شد، این مولتی گیج کار میکنه. از قسمت پشتش به صورت لمسی مودهاش عوض میشه و شیب سنج داره، مختصات و ارتفاع از سطح دریا اینا و اطلاعات توربو و بوست و اینا و دوباره اطلاعات موتوری. و در اینجا پارامترهای قابل تغییره و تست الان دمای آب رو نشون میده سمت چپ 72 درجه 71 درجه. ولتاژ باتری، تاریخ، دوستان اینا شتاب 0 تا 100 رو میگیره. کلا اطلاعات ماشین رو براتون نشون میده. الان دمای کاتالیست رو نشون میده، ولتاژ باتری رو نشون میده و کل اطلاعاتی که این ماشین میتونه به ما نشون میده رو این دستگاه نشون میده واسه ما. نمیدونم سنسور اکسیژن و روغن گیربکس و اتومات که الان 28 درجه است. ولتاژ سنسور اکسیژن اول دوم، هر چیزی که میتونه باشه رو این نشون میده. و این یکی هم دقیقا همینه، منتها یک مقدار جمع و جورتره. کل اطلاعات خودرویی رو نشون میده. اینا به واسطه چسب دو طرفه به داشبورد، کنسول، هر جایی که شما خواستیم میچسبه. RGB دورشو داره این مدل و نصبش هم که فقط با پورت دیاگیه که به ماشین میخوره و مودهای کیلومترش هم قابل تغییره، هر چیزی که شما خواستین. و کلی تنظیمات دیگه ای داره، یعنی میرین از داخل منو زبانشو تغییر میدین، بعد آلارم هاشو که باتریتون از چه ولتاژی اومد پایین تر آلارم بده و کلی تغییرات دیگه که حالا حجم فیلممون خیلی زیاد میشه. من حالا گذرا رد میشم. و مجدد تنظیمات دیگه
اینجا میتونین خودروتون انتخاب کنین و پارامتراشو بدین که اصلا از چه پارامتری بالا پایین شد بهتون آلارم بده. و اینم که مال OBD که یعنی با OBD کانکت میشه و کل اطلاعاتشو بالا میاره. و کالیبراسیون که سرعتتون مثلا بالا پایینه، چه عددی رو تعیین کنین که آلارم بده. و اینجا و آلارم ستا شما الان سرعتتون از 180 بالاتر باشه آلارم میده. دور موتورتون از 6000 که اینا قابل تنظیمه، من حالا اینا میذارم رو 5000 که وقتی دور موتور از 5000 رفت بالا آلارم بده. این گیج دمای آبش از بالا از 107 رفت بالاتر آلارم بده. دمای روغن EGT آلارم، فشار روغن و کلی تنظیمات دیگه. این کاملا گیج فولیه، یعنی از این فولتر ما نداریم. اندازش هم تقریبا میشه گفت همین شکلیه که شما الان دارین میبینین که میتونه اینجا هم قرار بگیره و خیلی رخ جالبی داره. به این شکله. یا اصلا میتونین این قسمت بذارین، حالا من اینجا هولدرمو دارم، یا اینکه یه چیز جمع جور خواستین که اینا هم میشه.